با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه پانوراما در خدمت شما عزیزان هستیم. در پانوراما می‌کوشیم فارغ از هر جریان فکری، سیاسی، حزبی و حتی مذهبی شما رو با حقایق روز ایران و جهان آشنا کنیم. یکی از صفات بارز نظام جمهوری اسلامی ایران تمامیت خواهیه. تمامیت خواهی که ما اون رو در مذهب، زبان، عقیده، فکر، اندیشه و حتی مسائل اجتماعی و حتی فراتر از اون در مورد شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی که این روزها بحثش بسیار گرمه می‌بینیم. تمامیت خواهی که غیر از خودش و همفکران خودش کس دیگه ای رو نمیتونه تحمل کنه. امشب می‌خوایم در مورد جریانی که منتسب به اهل سنت حرف بزنیم. متاسفانه اهل سنت، جامعه بیش از 25 میلیونی اهل سنت ایران، هیچگاه نتونستند در این 40 سال زمان حکومت جمهوری اسلامی ایران برای خودشون تلویزیونی داشته باشن، برای خودشون سایت خبری مستقلی داشته باشن و این هم برمیگرده باز به همون تمامیت خواهیه که نظام جمهوری اسلامی ایران داره. ما در این سالها شاهد این بودیم که به نام اهل سنت حرکت‌هایی رو تشکیل دادن، صفحاتی رو در شبکه‌های اجتماعی درست کردن، سایت‌هایی رو درست کردن و از این طریق خواستن پیام خودشون رو که باز همون تمامیت خواهی به اسم اهل سنت و یا دیگر گروه‌ها و اتنیک‌ها به مخاطبان خودشون برسونن. امشب می‌خوایم در مورد سایتی که به ظاهر مال اهل سنت و در اون مطالب اهل سنت منتشر میشه، اما در باطن و در واقع سایتیه که جمهوری اسلامی ایران و افراد وابسته به جمهوری اسلامی ایران دارن اون سایت رو اداره میکنن و متاسفانه به غیر از عوام فریبی هدف دیگری پشت این سایت نیست. دعوت کردیم از آقای دانیال بابایانی، فعال ترکمن، تا بیشتر ما رو با این سایت و جزئیاتش آشنا کنن. آقای بابایانی عزیز، سلام دارم خدمت شما اگر صدای بنده رو دارید. شما و بینندگان محترم شبکه جهانی نور، خیلی خوش اومدید آقای بابایانی عزیز. آقای بابایانی، اسم سایت رو بذارید من از همین ابتدا خدمت دوستان عرض کنم، اگر دوستای اتاق فرمان هم بتونن از همین ابتدا تصویر لپتاپ بنده رو بدن تا با این سایتی که منتسب به اهل سنت و به ظاهر مطالب اهل سنت، علمای اهل سنت، عقاید اهل سنت، بزرگان اهل سنت در اون معرفی میشه بر حال، اما خب اهداف دیگه ای داره رو دوستان عزیز ببینن. سایتی پایگاه خبری و تحلیلی اهل سنت ایران و سیاست، یا به صورت مخففش اساس نیوز. این سایت رو همونطوری که مشاهده می‌فرمایید به ظاهر در تایید اهل سنت و حتی اسم بزرگان اهل سنت، علمای اهل سنت درش هست، اما خب در باطنش همونطوری که خدمتون عرض کردم اهداف دیگه ای رو دنبال میکنه که انشالله در این برنامه ما سعی میکنیم از عوامل پشت پرده این سایت، اهدافی که این سایت داره و یا افرادی که پشت این سایت هستن و چه اهدافی رو دارن، ما انشالله بر حال این پرده ها رو بر می داریم و حقایق رو برای شما بازگو می کنیم. ممنون از اتاق فرمان عزیز. آیه بابایانی عزیز، در خدمت شما هستیم، اگر مقدمتا مطلبی دارید بفرمایید و الا دوست دارم در مورد سایت اساس نیوز برای ما بگید که این سایت متعلق به کیه، چه کسی اون رو تأسیس کرده، اصلا کی تأسیس شده و چه اهدافی رو دنبال میکنه. مؤسسه اساس نیوز که خب گردانندگان اون وبسایت مدعی‌اند که مخفف اهل سنت ایران و سیاست هست. خب بله. در بهمن ماه سال 93 توسط فردی به نام عبدالقیوم شکاری زیر نظر مستقیم وزارت اطلاعات حوزه اقوام و اقلیت راه اندازی شد. بله.
این مؤسسه در شروع کارش مقاصدی رو دنبال میکرد که خب بعد از یک سری از افشاگری هایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها مطرح شد با شکست روبرو شد. از جمله مقاصد این مؤسسه نفوذ به حوزه‌های علمیه اهل سنت ایران و خب مطلع شدن از مسائل مرتبط با این حوزه بود. دومیش ایجاد تفرقه میان علمای اهل سنت بود. بله. خب ما در اخبار قبلی اساس نیوز دیدیم که چطور میان مولوی گرگیچ رو با کاک حسن امینی خواستن به هم بزنن، یک تفرقه می‌خواستن ایجاد بکنن. درسته. سومی راه اندازی اولین ماهواره اهل سنت با بودجه اختصاصی وزارت اطلاعات، شبکه ماهواره. بله شبکه ماهواره. خود آقای عبدالقیوم شکاری مدعی شده که برای این کار بودجه اختصاصی میخواست بگیره از وزارت اطلاعات که مبلغ حدود 500 میلیون تومان برای هر ماه. بله. تلاش میکنن برای خنثی کردن فعالیت‌های مدنی و سیاسی اهل سنت ایران که برای احقاق حقوق خودشون انجام میدن و اینکه خب یک سری نیروهایی رو تربیت بکنن وابسته به نظام ولی در بدنه اهل سنت ایران. خب این اهداف با شکست روبرو شد و وزارت اطلاعات ایران بعد از واکنش‌های تند علمای اهل سنت نسبت به این مؤسسه به صورت علنی و یا غیر علنی مأموریت جدید پیش روی عبدالقیوم شکاری رو که اساس نیوز هست پروژه نفوذ در ترکمن‌صحرا رو گذاشت که در ادامه حتما به این اشاره خواهم کرد. خب آقای بابایانی دوست دارم بیشتر در مورد آقای عبدالقیوم شکاری برای ما توضیح بدید. ایشون کی هستند؟ متولد کجا هستند؟ آیا شخصیت شناخته شده‌ای در میان اهل سنت هستند؟ در این مورد اگر بیشتر توضیح بفرمایید. شاید بسیاری از بینندگان هستند این اسم براشون آشنایی نداشته باشن با این اسم و ندونن اصلا این شخصیت کی هست. اگر در مورد خود شخصیت آقای شکاری بیشتر توضیح بدید ممنون میشم. بله. عبدالقیوم شکاری کارمند بخش خبری صدا و سیمای استان گلستان بله. و کارشناس ارشد علوم سیاسی داره. آقای شکاری هیچ گونه علوم دینی نداره، تحصیلات دینی نداره. خب در بین مردم یه فرد شناخته شده نیست به اون صورتی که باید باشه، ولی خب در بین اکتیویست هایی که در ترکمن‌صحرا هستن، بین فعالای ترکمن، خب معروفن به آبربانک وزارت اطلاعات یا مهره سوخته. اساس نیوز هم که خب ایشون تأسیس کردن، شکاری مدعیه که برای گرفتن اساس نیوز 11 نفر رو پیش روی گزینه وزارت اطلاعات بوده و ایشون تونستن با توسط این مؤسسه پولای کلانی رو به جیب بزنن. بله. آقای شکاری در هر نشریه و هر خبرگزاری منطقه‌ای استانی قلم‌فرسایی کردن، حالا خواستن خودشون رو نشون بدن و اینا، ولی خب ایشون به قدری در منطقه منفور هستند که برادر بزرگتر خودش که یکی از علمای اهل سنت هست هیچ وقت حاضر نشد که با ایشون همکاری بکنه. در ایام پایانی سال 96 و هفته‌های اولیه سال 97 فعالیت‌های یک گروه در ترکمن‌صحرا به صورت مشکوک در بین چهره‌های شاخص ترکمن‌صحرا زیاد شد. بله. این افراد خب بیشتر اوقات، یعنی پیش از این، در بین فعالان ترکمن رانده شده بودند، ولی خب بعضی از این افراد دانسته و یا نادانسته با این مؤسسه الان دارن همکاری میکنن. خب من دوست دارم از آقای شکاری یک سری سوالاتی رو بپرسم که همیشه از جواب دادن به این سوالات تفره رفتن. بله. دوست دارم بپرسم که هزینه 5 کارمند رسمی اساس نیوز از چه منبعی تأمین میشه؟ هزینه مسافرت‌های اساس نیوز به مناطق سنی نشین از چه منبعی تأمین میشه؟ هزینه ماهواره اهل سنت که بارها و بارها ایشون ادعا کردن که به این زودی به آقای شکاری تحویل داده میشه،
این از چه منبعی تامین میشه و اینکه خب مدعی شده ماهی 500 میلیون تومان از وزارت اطلاعات برای این ماهواره اهل سنت کنار گذاشته شده. خب اینها توسط چه کسی است؟ هزینه‌ای که هزینه دفتر خودشون که در گرگان هست، هزینه رهن 90 میلیون تومانی آقای شکاری چطور شده؟ یا حساب اولیه اساس نیوز که در بانک ملت دور میدان شهرداری گرگان افتتاح شده، خب این ماهیانه 40 میلیون تومان از کجا تامین میشه؟ توسط چه کسی این پولای کلان واریز میشه، این مبالغ واریز میشه؟ جلسات مهمی رو ایشون گفتن که برای افتتاح دفتر اساس نیوز و ماهواره اهل سنت در هتل آزادی تهران و برج میلاد برگزار کردن و خب در ناهارخوران گرگان هم یه مجلسی رو برگزار کردن که بالاخره مسئولین اینا هم بودن. یعنی این هزینه از کجا میاد؟ من خیلی دوست دارم جواب این سوالامو بپرسم، ولی خب متاسفانه آقای شکاری برای جواب دادن به این سوالات همیشه تفره رفته. و اینکه ایشون گفتن که برای ماهواره اهل سنت طرح 15 صفحه‌ای رو در هتل آزادی تقدیم ماموران وزارت اطلاعات کرده. خب بازم دوست دارم بپرسم، مجددا تاکید میکنم، ماهیانه 40 میلیون تومان هزینه‌اش از کجا میاد؟ حالا در ادامه بیشتر من خب آیه بابا، یعنی اگه بیشتر در مورد همین سایت و گستره فعالیت این سایت برای ما توضیح بدید. الان دقیقاً این سایت کارش چیه، فعالیتش چیه و اونطوری که فرمودید 5 نفر کارمند این سایت هستن. خب آیا دفاتر در جاهای دیگه داره نداره و دقیقاً هدف و کار این سایت چیه؟ الان این سایت میخواد چیکار کنه؟ اعضای اصلی اساس نیوز آقایان عبدالقیوم شکاری، بهروز قزل، جلال الدین سیدی، طاهر جانی و ابا آخوند محمد نژاد هستند. بله. خب این افراد خب چون هم در صدا و سیما نفوذ دارن، هم در وزارت اطلاعات نفوذ دارن، با استفاده از نفوذشون خب یک سری منابعی را هم اختیار کردن، سعی میکنن در مورد اهل سنت بنویسن، مشکلات اهل سنت بنویسن، ولی خب ماهیتش برای همه رویت شده. اینها دنبال اهداف خاصی هستن، دارن در بین فعالان ترکمن، فعالای اهل سنت نفوذ میکنن. خب یک مطلبی دیگه هم هست که من میخوام اشاره بکنم. این جریان رسمی ماهواره اهل سنت که بعد از افشاگری‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی رخ داد، خب ایشون خودشون پذیرفتن و در وبسایت اساس نیوز هم این رو نوشتن. آقای شکاری با استفاده از اساس نیوز داره از نخبه‌های اهل سنت و ترکمن‌سرا استفاده میکنه و خیلی از این نخبه‌ها رو تهدید کرده با خطر بازداشت توسط وزارت اطلاعات. شکاری برای شناسایی نویسندگان اهل سنت و تهیه بانک اطلاعاتی از اونها در طرحی به حمایت از قلم به مسائل اهل سنت میپردازه، ولی خب متاسفانه این طرح خوشبختانه اکتیویست های منطقه آگاه بودن و خب نسبت به این عمل واکنش نشان دادن. خب در طول مدت 10 سال ترکمن‌های ترکمن‌سرا رو میخوان طی یک پروسه اینا به قول خودشون مطیع دولت بکنن و خب آقای شکاری به همین ترتیب با جامعه المصطفی که در تهران است طرح دانشگاه حوزوی شیعه رو میخواست در شهرستان کلاله یک شعبه از اون باز بکنه و خب ایشون یک شخصی رو به نام آقای هلاکویی در استانبول دارن که ساکن استانبول هستن و به ساخت کلیپ ها و تصاویر و کارهای فتوشاپی اساس نیوز رو ایشون انجام میدن. خب این آقای شکاری، عبدالقیوم شکاری، برای پیاده کردن اهداف خودش شما فرمودید که به هر حال از
نیروهای داخلی و همچنین افرادی که در خارج از ایران مثل همین فردی که نام بردید و در ترکیه فرمودید زندگی میکنن خب همکاری میکنن. خب تا حالا علمای اهل سنت، کسایی که مورد اعتماد مردم باشن، آیا افرادی با آقای شکاری و یا سایت ایشون و یا شبکه‌ای که در صدد هستن که راه اندازی کنن آیا همکاری کردن یا نه؟ خب یک سری از علمای ناشناخته ترکمن با این وبسایت ها همکاری میکنن، ولی خب اگه بخوایم علمای سرشناس اهل سنت رو نام ببریم مثل مولوی گرگیش که خب تنها یک بار مصاحبه کرده، ولی خب در قالب مصاحبه با صدا و سیما، چون ایشون کارمند رسمی صدا و سیما است و خب مراجعه کرده پیش مولوی گرگیش و گفتن که من از صدا و سیما هستم که خب بعداً وبسایت رسمی مولانا گرگیش تکذیبی رو منتشر کردن که گفتن که نه، من همچین مسابقه رو با اساس نیوز انجام ندادم و این فقط به عنوان کارمند صدا و سیما اومدن پیش من. نه خب جالب اینجاست که صحبتاشون هم سانسور کردن در متنی که منتشر کردن از مولوی گرگیش. آقای بابایانی، به نظر شما با توجه به اینکه خب اهل سنت الان در خارج از ایران، در خارج از مرزهای فعلی ایران 4 شبکه ماهواره‌ای دارن، به نظر شما اینکه آقای اسمشون شکاری، آقای شکاری و یا وزارت اطلاعات میخوان یک شبکه ماهواره‌ای راه اندازی کنن، به خاطر تأثیر همین شبکه‌ها بر روی جامعه ایران بوده و یا اینکه نه هدف دیگه ای دارن و یا میخوان اصلا خدمت کنن به اهل سنت یا شبکه ماهواره‌ای بهشون بدن؟ والا اولا من خیلی خوشحال میشم یه شبکه اهل سنتی باشه که حداقل همون زیر نظر وزارت اطلاعات هم باشه. من خوشحال میشم حداقل اینه که خب ما میتونیم بگیم که یک رسانه‌ای هم داریم. بله. رسانه‌ای که صدای اهل سنت باشه، ولی خب متاسفانه اینها یک سری اهداف دیگری رو دنبال میکنن و خب صرفا دنبال پول و مقام و قدرت و شناسایی فعالان مذهبی هستن، شناسایی فعالان ترکمن هستن، شناسایی فعالای مدنی، اینا رو شناسایی میکنن، تهدیدشون میکنن و خب یک سری به صورت سیستماتیک میخوان آسیمیلاسیون بکنن ترکمن ها رو یا سایر اهل سنت ها رو، میخوان به یک حالتی تابع جمهوری اسلامی در بیارن. خب به قول یکی از دوستان سنی اثناعشری. آیه بابا، یعنی من تصویری رو دارم، اگر دوستان اتاق فرمان بتونن نشون بدن، فکر کنم شما هم این تصویر رو دیده باشید. دوست دارم در مورد این تصویر برای ما توضیح بدید. این افراد چه افرادی هستن، چه کسانی هستن و اینجا کجاست و برای چی جمع شدن؟ ببینید 3.5 ساله که اساس نیوز داره فعالیت میکنه و خب چطور ممکنه بعد از 3 سال خورده‌ای الان رفته دنبال فعالان مدنی، فعالان فرهنگی ترکمن و یادش افتاده که باید مثلا زبان ترکمنی رو هم پاس بدارن و این چیزا. این یه مسئله کوچیکی نیست. اونا دارن زیرپوستی عمل میکنن، دارن که فعالای شاخص ترکمنسرا رو شناسایی میکنن، باشون جلسه تشکیل میدن و این افراد هم ندونسته وارد دام آقای شکاری میشن. خب جا داره که همین الان اعلام بکنم خود آقای شکاری تو این 3 سال و چند ماهی که داره فعالیت میکنه، بله، پیشرفت خیلی زیادی داشته، هم از لحاظ مادی هم از لحاظ شهرت. خب بعد اینکه آقای شکاری انقدر که گاف داده در مؤسسه اساس نیوز، طبق آخرین اخباری که به دست من رسیده میخوان که مسئولیت رو از ایشون بگیرن و بدن به دست آقای بهروز قزل. بهروز قزل دکترای علوم سیاسی و کارشناس مسائل آسیای مرکزی به قول خود. بله. و خب میخوان یک حالتی بدنامی اساس نیوز رو پاک بکنن، صورت مسئله رو پاک بکنن، چون واقعا هزینه سنگینی شده برای این مؤسسه و طی این 3 سال تقریبا وزارت اطلاعات چیزی بودوش 1 میلیارد تومان هزینه کرد.
و نتیجه هم داشته واقعا براشون؟ یعنی این همه هزینه کردن و افرادی رو به هر حال استخدام کردن، آیا واقعا نتیجه‌ای داشته؟ نتیجه حالا به حال خودشون یا مردم، به حال مردم که اصلا بین مردم یک افرادی هستن که منفورن، خب همونطور که گفتم معروفن به آبربانک وزارت اطلاعات. بله. خب برای خودشون اگه بخوایم نتیجه داشته باشه، بله که داشته. آقای شکاری الان در شهرستان گومیشان یا گومیشتپه داره یه خونه میسازه که چش همه رو در آورده. مردم میگن قصده. منطقه گومیشان یک منطقه‌ایه که محرومه و خب مردمانش به شغل صیادی مشغولن و زیاد درآمد آنچنانی ندارن، ولی ایشون الان دارن با درآمدی که از مؤسسه دارن در میارن یه قصری داره برای خودشون برپا میکنن که خب خیلی جای بحث داره این موضوع. و حتی در نشستهای خودش هم که گفته فقط به خاطر پول و قدرت این کارو میکنه. حتی توی جمعایی هم که نشسته باز به همین تاکید میکنه که خب برای من سنی بودن و شیعه بودن اینا زیاد مهم نیست، مهم فقط پوله. و خب واقعا جای تأسف داره میشه. خب آقای بابایانی، حالا اگر اطلاع دارید در این زمینه، آیا افرادی از حالا بگیم ملیت‌های دیگر در ایران مثل کردها، عربها، بلوچها که اهل سنت هستن، آیا از این افراد با اساس نیوز یا مجموعه‌ای که وزارت اطلاعات حالا اونا رو تربیت کرده و میخواد برای اهداف خاص خودش از اینا استفاده کنه، هستن با این گروه همکاری کنن یا نه؟ هستند، ولی خب در قالب نام‌های مستعار اینا فعالیت میکنن. خیلی هاشون من دیدم با نام‌های مستعار فعالیت میکنن و خب در همین پروژه‌ای که دارن نفوذ میکنن بین فعالین ترکمن، دوست دارن که این پروژه در کردستان، در بلوچستان، در منطقه اهواز و خب مناطق جنوبی کشور مثل بندرعباس اینا هم اتفاق بیفته و دوست دارن که نفوذ بیشتری در مدارس حوزوی و علوم دینی داشته باشن. بسیار عالی. خب آقای بابایانی، الان من میخوام وارد یک بحث دیگه‌ای بشم. چرا بیشتر این افراد متاسفانه ترکمن هستن؟ آیا ترکمن ها، من نمیگم همشون، بیشتر به دولت نزدیکن یا دولت چی دیده در اینها که این همه سرمایه گذاری کرده در منطقه ترکمن صحرا؟ بعد از انقلاب 57 و خب بعد از جنگ گنبد که ترکمن ها برای احقاق حقوق برابر وارد یک کشمکش شده بودن با نظام حاکم، ترکمن ها خیلی سرکوب شدن و خب ده ها تن از ترکمن ها کشته شدن، اعدام شدن، بین این اسامی زنان هم بوده و خب متاسفانه اون رعب و وحشتی از نظام جمهوری از اون موقع تا به الان در دل مردم هست و خب یک سری از افراد، خب من نمیدونم، حالا واقعا گیج شدم. یک سوال پرسیدیم که خب ترکمن ها میدونین بعد از اینکه رعب و وحشت ایجاد شده وضعیتشون به همین صورته و هنوز اون رعب و وحشت هست. بعد جمهوری اسلامی چون آقای بابایانی، من برای این سوال رو خدمت شما عرض کردم، به هر حال کسایی که مأموران وزارت اطلاعات هستن، خب اینا نیروهای معمولی نیستن و اگر بخوان سرمایه گذاری کنن و در هر جایی در هر منطقه از ایران فعالیت کنن، خب پیشترش روش مطالعه کردن و افراد رو شناسایی کردن و میدونن باید چه کار کنن. این سوال واقعا پیش میاد، خب چی رو در ترکمن ها دیدن که اومدن؟ چون اونطوری که شما هم فرمودید بیشتر افرادی که با اساس نیوز دارن همکاری میکنن باز ترکمن هستن، کسایی که قرار شبکه ماهواره‌ای رو که منتسب به اهل سنت باشه بزنن باز ترکمن هستن. و در خیلی از مناسبت‌های حکومتی ما میبینیم که افرادی رو از علمای اهل سنت ترکمن حالا خواسته یا ناخواسته میبرن و در این مراسم ها مشارکت میکنن. خب این واقعا یعنی باید روش بیشتر تحقیق کنیم که چرا باید وزارت اطلاعات این همه روی ترکمن ها سرمایه گذاری کنه و دلیلش چیه. من شما رو به عنوان یک فعال ترکمن این سوال رو از شما پرسیدم و باید
به هر حال با توجه به اینکه خودتون ترکمن هستید اطلاع داشته باشید از منطقه خودتون. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، ترکمن ها همیشه ترکمن سرا یک منطقه امنیتی بوده و خب بعد از 3-4 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی گذشته هنوز هم به صورت امنیتی اداره میشه و خب یک سری از افراد رو همونطور که خود شما اشاره کردید اینا شناسایی میکنن. متاسفانه یک سری از افراد خودفروخته هستن که مایه ننگ جامعه ترکمن و ترکمن سرا هستن و با وسیله پول و مقام و ثروت و اینها فریب میدن و خب نفوذ میکنن. چون منطقه ما یک منطقه فقیری هست متاسفانه. کشاورزی دیگه مثل سابق رونق نداره، پنبه مثل سابق رونق نداره، صیادی رو از ما گرفتن دیگه. وقتی جامعه فقیر باشه دست به هر کاری میزنن. متاسفانه وزارت اطلاعات از این به عنوان حربه به فعالان ترکمن، فعالای اهل سنت استفاده میکنه. خب برگردیم به مؤسس اساس نیوز آقای شکاری. این آقای شکاری اونطوری که شما فرمودید باید به هر حال مبالغ خیلی هنگفتی رو از این کار به جیب زده باشه. الان با این مبالغ آیا داره پروژه های خاصی رو دنبال میکنه یا نه، یا اینکه فقط این پولا رو به جیب زده و دیگه تموم؟ این فرد به صورت کلی آیا یک فرد هدفمند هست که میخواد یک سری اهداف خاصی رو دنبال کنه و یا نه هدفش فقط پوله و میخواد پولا رو به جیب بزنه و اگر پولی به جیب زده وضعیت این پولاش چجوریه؟ همونطوری که اشاره کردم ایشون یه سری اهدافی رو خواستن دنبال بکنن با کمک های وزارت اطلاعات، ولی خب متاسفانه خوشبختانه خب مردم آگاه بودن نسبت به سیاست های وزارت اطلاعات و خب نسبت به این واکنش نشون دادن و همونطور که هم اشاره کردم الان به قدری ایشون گاف دادن، به قدری ایشون شکست خوردن در اهدافشون و خب وزارت اطلاعات هم چون هزینه سنگینی رو بابت این داده داره مؤسسه رو به حالت فرهنگی، سیاسی و مذهبی تغییر میده و خب در آینده هم میخواد آقای بهروز قزل مدیریت این مؤسسه رو به عهده بگیره. ولی خب واقعا مبالغ هنگفتی رو زده. آشناهای این افراد، پسرهای این افراد، دخترهای این افراد، فامیلای این افراد الان تونستن پست مقام‌های دولتی بگیرن. خود آقای عبدالقیوم شکاری که در بخش ترکمنی صدا و سیمای استان گلستان فعالیت میکنه همین الانش ماهیانه 2,700,000 تومان از دولت حقوق دریافت میکنه. خب آقای بابایانی الان ما در این وبسایت اساس نیوز میبینیم، اگر دوستانم باز بتونن تصویر لپتاپ رو بدن که بیشتر باز سایت رو داشته باشیم، میبینیم که افرادی از فعالین فرهنگی از این سایت به نحوی حمایت کردن و این سایت خیلی زیرکانه اومده مثلا در مورد شخصیت‌های اهل سنت و حتی بزرگان اهل سنت مطالبی رو ذکر کرده. نظر شما در این مورد چیه، در مورد حمایت این فعالین فرهنگی از این سایت؟ سایت رو هم ضمن اینکه حرفای شما رو میشنویم تصویر سایت هم میبینیم. بفرمایید. فعالای فرهنگی که حمایت کردن دقیقا همون افرادی بودن که تا همین چند ماه پیش دشمن اساس نیوز بودن. حالا من نمیدونم آقای عبدالقیوم شکاری چه مقدار مبلغی رو به این افراد پیشنهاد کردن که این افراد حاضر به همکاری شدن، که یکی از این افراد هم ناشر یکی از کتاب‌های مختوم علی شناسی است. یعنی به نظر شما یعنی یه جورایی این افراد رو خریدن؟ بله 100%. و یه نکته دیگه هم عرض بکنم که این افراد که قبلا فعالیت فرهنگی و مدنی انجام میدادن در بین ترکمن‌ها طرد شدن و خب آقای عبدالقیوم شکاری این فرصت رو برای خودش غنیمت شمردن و این افراد استخدام کردن. من نمیدونم چه مبلغی رو دریافت میکنن. از یک منبع مطلع من فقط شنیدم که تنها به یک خبرنگاری که در اساس نیوز کار میکنه ماهیانه 2,850,000 تومان حقوق داره.
بله بسیار عالی. متاسفانه یعنی همیشه نظام جمهوری اسلامی ایران اومده و از این ترفندها استفاده کرده، حالا به نام اهل سنت، چون مستقیما نمیتونه خودش بیاد یک سایت خبری رو بزنه، یک سایت تحلیلی رو بزنه، و یا اینکه در مقابل حتی اتنیکایی که در ایران وجود دارن، ما حتی سایت های خبری داریم فرض کنیم به اسم کرد پرس، اسمش کرده و از اون طرف هم وابسته به دولته، و یا ده ها سایت و خبرگزاری و حتی شبکه‌های ماهواره‌ای که به اسم اهل سنت. مثلا ما در مجموعه شبکه‌های سحر که در ایران به هر حال شناخته شده هستن، سحر کردی داریم، سحر ترکی داریم، اینا وابسته به دولتن، اما از اون طرف خب به زبان ملیت‌های داخل ایران دارن برنامه اجرا میکنن. و سایت اساس نیوز هم دقیقاً یکی از همین سایت هاست که متاسفانه به اسم اهل سنت، اگر شما اسمش هم نگاه کنید خیلی قشنگ، اهل سنت ایران و سیاست اساس، اما متاسفانه در ماهیت و درون مایش میبینیم که یک سری اهدافی رو دنبال میکنن که همطوری که استاد بابایان به این اهداف اشاره کردن. خب آقای بابایانی، تقریبا بحث رو میخوام یکم جمع و جورتر کنیم. این سایت به نظر شما میتونه جایگاهی در بین جامعه اهل سنت ایران داشته باشه، با توجه به اینکه اهل سنت ایران خب دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار به خاطر مشکلات و فیلترینگی که در ایران هست ندارن، میتونه جای خودش رو باز کنه این سایت در بین اهل سنت یا نه؟ من فکر نمی کنم که همچین اتفاقی بیفته، چون امروزه شبکه‌های اجتماعی خیلی گسترش پیدا کردن و خب رسانه هایی که مردم دسترسیشون به ماهواره و خب تلویزیون ها خیلی بهتر از قبل شده و خب به راحتی امروزه فردی که اطلاعات کافی نداره میتونه در اینترنت مقالات اهل سنت رو سرچ بکنه و خب اونها رو مطالعه بکنه و خب این افراد در واقع یه افرادی هستند که منفور هستن در بین ترکمن ها. خب وقتی که یک آدمی که نه بچه خوبی داره، نه خب شخصیت درست حسابی داره، چطور میتونه مفید واقع بشه برای مردم؟ و مردم از این افراد دوری میکنن خوشبختانه. بله، خب اگر حرف پایانی دارید استاد بابایانی عزیز، ما در خدمت شما هستیم و همین در خدمت شما. خب اهل سنت ایران بعد از انقلاب 57 همواره زیر ستم بوده، حالا به صورت سیستماتیک. بله. از قتل‌های زنجیره‌ای گرفته تا بعد از دهه پایانی 80 که خب وزارت اطلاعات و اتهاماتی مثل وهابیگری و سلفگری و تندروی دینی یک سری از فعالین اهل سنت رو بازداشت کردن، ولی خب خوشبختانه مردم آگاه بودن نسبت به سیاست‌های وزارت اطلاعات. خیلی از افراد درست بازداشت شدن، خیلی متاسفانه اعدام شدن و خب خیلی از افراد خود فروخته شدن مثل آقای عبدالقیوم شکاری که امروز ما با شما مطرح کردیم. ولی خب در حالت کلی اگه بخوایم اینا رو یه جمع جورش بکنم اینه که خوشبختانه مردم اهل سنت ایران خیلی آگاه هستن نسبت به پشت پرده هایی که جمهوری اسلامی برای این افراد داره برنامه‌ریزی میکنه و خب تا الانش حداقل کمتر بود خورده. خیلی ممنون، متشکر آقای دانیال بابایانی، فعال حقوق ترکمن. متشکرم. خواهش میکنم، خدا یار و نگهدارتون. خب دوستای عزیز و گرامی، به پایان برنامه امشب ما هم رسیدیم. امیدوارم که خودتون آزادانه، این سایت در ایران فیلتر نیست. خیلی از سایت ها و خیلی از سایت های خبری و حتی تحلیلی در ایران فیلتر هستن، اما این سایت خب خود جمهوری اسلامی ایران داره اون رو جلو میبره. شما میتونید خودتون برید و این سایت رو ببینید و مطالبی که در این سایت هست خودتون مطالعه کنید. ما هیچ اجباری نداریم روی این که بگیم این سایت بد یا خوبه. شما خودتون برید مطالعه کنید، مطالب رو ببینید و فکر کنم حقایق براتون مشخص میشه. این سایت
اساس نیوز یا سایت اهل سنت ایران و سیاست، سایتیه که همونطوری که آقای بابایانی گفتن توسط عبدالقیوم شکاری، شخصی که به گفته آقای بابایانی وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند و در صدا و سیمای ترکمنصحرا مشغول به کار هستند، اداره میشه و دولت هم اهداف خاصی رو پشت این سایت داره. امیدوارم حقیقت برای همه ما روشن و مشخص شده باشه و دنباله رو حق باشیم. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند تعالی میسپارم. شب و روز خوش، خدایا رو نگهدارتان.